خانه بردوش در سرمای زمستان به علت ناامنی ها و فقر از مناطقشان بیجا شدند. اما هنوز هم با مشکلات زیاد دست به گریبان هستند. گلوینه از لغمان در کابل پناه برده است. ولی اینجا نیز از یک سوی حیران روزگار است و از طرف دیگر از بی سرپناهی. باشندگان این پناهگاه ها در زمستان سرد زیر همین خیمه ها زندگی می کنند. کارخانه هم نشده دیگه میگه خدا بیخی خرابیگی. در زمستان کار هم نیست. این پلاستیک ها را می سوزانیم. در این زمستان اولادایم تمامشان مریض شدند. هر شب می روم به اینها پیچکاری تزریق می کنم. خب بیام گزاره کولانو بس. در کابل به علاوه این پناهگاه باز 45 اردوگاه دیگر وجود دارد که خانواده های بیجا مانده در آنجا به سر میبرند. اینجا زندگی کردن بسیار سخت است. حیوان هم در اینجا زندگی کردن نمیتواند، ولی ما مجبور هستیم زندگی میکنیم. توان این را نداریم که برویم زمین بگیریم و آبادش کنیم. توان خریدن آرد، چوب، روغن را نداریم. مجبور هستیم با همین وضعیت بسازیم. کار منستا، روزگار منستا، مریضیم زیاد. کار و روزگار نداریم. برای آموزش به مکتب دسترسی نداریم. مریضی های ما زیاد است. جایی که هستیم مناسب زیستن نیست. مشکلات خیلی زیاد داریم. خانه و زمین برای مردم های مستحق به جای شده و عودت کننده ان شاء الله مشکل سرپناهشان حل شود. امید خداوند. این در حالی است که وزارت مهاجرت و بازگشته ها اخیراً به تقسیم زمین به 2000 خانواده بیجا مانده و بازگشته شروع کرده است. جناب از این روز شروع است. چی تعداد اینا بعد بر اساس همو چارچوبی که در فرمان 305 مشخص شده مستحق تشخیص داده میشه و یکی چی تعداد میرسه بعد از ثبت و راجستر و بایومتریک و چک لیست هایی که از فرما بررسی شده و با در نهایت مشخص میشه. طبق آمار وزارت مهاجرت و بازگشته ها فعلا 95000 بنابر ناامنی ها از مناطقشان بیجا شدند. از این آمار 9000 خانواده های بیجا شده داخلی در کابل به سر میبرند. داشتن اسناد مهاجرت برای بازگشته ها و 5 سال زندگی کردن در کابل برای بیجا شدگان داخلی از طلباتی هستند که در اساس آن برایشان زمین داده می شوند.